روژا سهشنبه جعالی ولاتین لندن و کاردانوین جیاواز هبون دما خانم لیز تراس بو سروک وزیر بریتانیا. خانم تراس یا 47 سالی روژا که پشتی کو 172,000 اندام پارتیا محافظکار دنگی خودانه ده دما قیران آبوری بو سروک وزیری هات هل بجارتن. رابرت کانوی 71 سالی بوی باوریه کو کارکی پر دجوار لپیشیاویه. از بیجم کارکی مزن و دجوار لپیشیاویه او بزلالی وکه کاندیدکه بجارتی در کتیو و نفسک پاقجه. از هیویدارم تیمکنو دست پیککنو بینه لی اوی کارک دجوار با. ولاتیه کادن بناوی ربکا مکدوگال اف قیران آنها پر خراب بناف گر. ام هیویدارین هر تجد باشتر بن دوید هین سبارت قیرانات چون جیان لبریتانیا بزانن کنها پر خرابه او جبو بیجی سوزه ده دماکو دبیجه از وجه بینم لام هیویدارین دوان چند هفتین پیش یامده ببینین که هندا خویانی هنه هاری کاریا کارمندن آسایی بکن. ولاتیه 62 سالی ستیون هولدگی داخوازه خانما تراست دکت پشتی گوهرتنا سرکرداتی پیک وره هل بجارتنا گشتی بیتا کرن. براستی اف حکومت ده دمک کردا پر جاران هاتیه گوهرتن جبر ویکی از دبیجم دماویکی هاتیه کور بجارتن گشتی ببن. ملکه الیزابت یا دوی روژا سهشنبه خانم تراس به فرمی وک سروک وزیر بریتانیا دست نیچان کرد. اف مراسمه لآواهی بالمورال یا ملکای لسکاتلند بریوه چو گو ملکه هاوینا خواه لویره دبورینت لشینا قصر باکینگهم للندن. هیلین سندی دنگ امریکا.